دیگه یک سوال دیگه استاد، همین مسئله یگان برنامه داره یا یگان کتاب برای پیشنهاد که زبان عربی را خود آموزی کنیم یا طریق یگان ویدیو در شما هست در صحیفتان عموما درباره این خود آموزی زبان عربی برای که با استاد امکانیت نداریم؟ نه، خود آموزی خوب نیست. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. الله تعالی برای ما قرآن خودش نازل نکرد. جبریل آورده قرآن داده نبرفت که همین خوانتون به عمل کنید. پیغمبر فرستانید که همین هر روز یک آیت به مردم تعلیم میدادن، شرح میدادن. ما با استاد همیشه محتاج هستیم. من کان شیخه کتابه فخطأه اکثر من صوابه. کدام آدمی که استادش کتابش باشد و خطاگیش از درستش بسیار میشد. یعنی بسیار خطا میکنه. کدام آدمی که خودش علم آموزد پر به استاد، نه آدم 10 سال 15 سال با استاد علم میگیرد، بعد باقی مانده وقتی که کلید در دستش شد الکی تمامی مسئله های یافته میتوند و کتاب ها برمیگردد. در همین حالت هم به استاد احتیاج دارد، برای آنکه بحث یک مسئله ممکن یک هفته وقت گیرد، ممکن یک شبانه روز وقت گیرد، ممکن یک ساعت وقت گیرد، لیکن اگر از استاد پرسید 5 دقیقه مسئله مییابید تیار. برای همین استاد اگر باشد بسیار خوب است. بنابراین بعضی علما برای طلب علم سفر نکردند. 99% علما برای طلب علم به دیگر کشورها سفر کرده است. برای چی؟ برای اینکه عالما در همین شهر تمام نوع عالم نیست. مثلا امام بخاری تا 16 سالگی علم بخارای گرفتن، بعد 16 سالگی سفر کردن، همین که بعد 62 سالگی اینجا اومدن به بخارا. یعنی تمام دنیای گشتن. برای اینکه علما در هر شهر و ناحیه ها پراکنده بودن. لیکن عین حال مثلا در بعض شهرها سبحان الله زیاده از 300 400 عالم است در تمام ساحه ها. یعنی میتونه تمام آدم از همون شهر نبراید. مثلا شیخ الاسلام از دمشق نبر آمدن، برای آنکه دمشق انده تمام نوع استادا بود، از 200 استاد علم گرفتن. سفر نکردن در جمع طلب علم. برای چی؟ برای آنکه همه استادا بود همین شهر انده. یعنی از زمانه میشد که در یک شهر تمام نوع استادا هست. آدم هر چقدر استادش زیاد شود همین قدر و آدم بسیار علم میگیرد. برای آنکه اسلوبی هر استاد دیگر خیلی. بنابراین بعضی استادا اگرچه خداشون در دیار عرب طلب علم کردن، در بین علما زندگی کرده باشن، با به هندوستان رفتن، به مغرب رفتن، به افریقا رفتن، دیگر جاهای هم دیدن. علماهای دیگر جای اسلوبش دیگر خیلی. آدم وقتی که عالمی بسیار میبیند، عالمی یک کشور اگر بینید کمتر به همونها تقلید میکردگی میشد. یعنی اونا طریقه هاشون قریب به هم دیگر مانند میشد. لیکن آدمی که استادی زیاده دیده است و طریقه و از همه گل مانند زنبوری اصل چیندگی هست. مهنت میکند بعد به شما اصلی چه با لذت پیشنهاد میکنه. بنابراین خوب است که آدم استاد. این کتاب برای شما استاد نمیشد. کتاب برای کتاب استاد شدنش اول 10 سال 15 سال مهنت میکنید.